این فیلم شامل صحنه‌هایی است که ممکن است برای همه مناسب نباشد. این برنامه توسط افراد مجرب و دور دیده اجرا شده و با پیمایش عرض جنگل‌های هرکانی. هدف از این برنامه بومی‌سازی تکنیک‌ها و تکراری تمرین در شرایط کاملاً واقعی 3 روز در جنگل‌های بکر و بیش از 30 کیلومتر پیمایش. 2 گروه از 2 مبدأ مختلف به سمت یک نقطه مشترک. محدودیت‌هایی از قبیل خوراک، آب، تجهیزات 4 ابزار اصلیه بدون چادر، زیرانداز، کیسه خواب و پتو و بدون لباس اضافه. الان تقریبا ساعت 5 بعد از ظهر. گزارشه؟ بله. سلام. عادل عزیز، محمد غنیمی و مهدی رفتی. ما داریم تیم آلفاییم، داریم میریم سمت تیم اومگا و پیمایش رو تازه شروع کردیم. احتمالاً به شب بخوریم، چالش‌های شب داریم و اینکه 5 دقیقه دیگه قراره که ارتباط بیستیممون رو برقرار کنیم. اولین چالش ما ترافیک بود. نزدیک 6 ساعت تو ترافیک جاده چالوس بودیم و به سختی خودمون رسیدیم مرزن آباد و رسیدیم. مسیرمون عوض شد به دلیل اینکه تلکابین دومین چالشمون بود. صف طولانی تلکابین قرار بود بیایم بالا. پوینت یکمون میشد ایستگاه 1 تلکابین تون کابون و خب این خیلی چالش عجیب غریبی بود و ما مسیر رو عوض کردیم، رفتیم قسمت مخابرات مدوبن. درسته؟ مدوبن درست. دقیقاً رسیدیم روی اون نقطه که میشه این قسمت نقشه. الان داریم پیمایش میکنیم. 100% چالش شبو داریم و الان تقریباً پوینت 2 مون رو زدیم که میشه این قسمت. الان تقریباً روی این قسمت ترک هستیم. شاید اینجا مشخص نشه. چرا؟ و تقریباً میشه گفت 4 ساعت دیگه پیمایش یا 3 ساعت دیگه پیمایش داریم و میریم که چالش‌ها رو با هم تجربه کنیم. ما رو دنبال کنیم. ماشاءالله به جونه. مرسی فرمانده. مدیر سلفی میگیره. شما اگه بخواید مسیرتون رو تموم کنید چقدر دیگه وقت دارید؟ 2.5 کیلومتر فاصله دارم. ما هم تقریبا 3 کیلو 3.5 کیلومتر فاصله داریم. ما حدود 3.5 کیلومتر فاصله داریم. گفت کمپ اضطراری می‌خوام بریم. آره. کمپتون رو بزنید فردا. بله دریافت شد. باشال یه توضیح میدی؟ حالا ما تقریبا نصف مسیر رو اومدیم. اینجا نقطه شروعمون بود، اومدیم اینجا، رفتیم این قسمت نقطه 2مون بود، اینجا نقطه 3مون بود که از جاده اونجا جدا شد. الان تقریبا اینجاییم، میخوایم بریم به سمت نقطه 4مون و از اینجا به بعد میشه نقطه 5 که میره توی نقطه جی پی اس همون. تقریبا میشه اینجا. آره. خب علی جان برگرد به اون نقشه. ما الان تقریبا اینجاییم. الان تو نوهمواریه. خب اگه اینجا رو رد کنیم یه تیکه رو میرسیم این میشه به شیب کاملا ملایم و اینجا قله هم داریم. قله نسبتا وسیعه. ببین اینجا شیب بسیار ملایمی داره. اگر هم بخوایم کمپ اضطراری کنیم پیشنهاد من اینه که اینجا باشیم. اما دیگه مشکلی هست. این منحنی میزانا اینجا دقیقاً دررس. ما نمیدونیم اینجا چه خبره. خب رفقا ساعت مشاهده کردیم. من هنوز زندم. تو این جنگلی قعر جنگل با این شدت از تاریکی تقریبا داریم پیمایش ادامه میدیم، ولی اگر هم بخوایم کم کنیم مسیر یا لوکیشن خفنی نیستش، یعنی هیچ جا صاف نیست. تقریبا افتادیم توی شیب، یه میانبر زدیم
ولی یه مقدار شرایط داره سخت میشه. امیدوارم که خوشمه بچه‌ها نه نهار خوردن خوشمه نه شام خوردن. من ربات صلیبی بیقرار بسته شده. بچه خدا قوت. باریکلا شما بیشتر توی فضاهایی حضور پیدا کنید که یونهای منفی و پربار و خفنی دارن. تو شهری که ما زندگی میکنیم احاطه شدیم از یونهای مثبت خیار به درد نخور. پس شما رو دعوت میکنم که به جاهایی برید که با تخت خواب خونه‌تون فرق کنه. ماچ باریکلا. شاکرات منگزی من به به. دارم صداتون آلفا جان بفرمایید. ما نشستیم یه شام زدیم و اینکه یه انرژی گرفتیم ولی هنوز جای استیبل پیدا نکردیم. واقعا خیلی سخت گذشت. ساعت تقریبا 12:20. خب ما تو این شیب دیشب گیر کردیم. دنبال یه تیکه جای صاف گشتیم، فقط همین یه تیکه صاف بود تقریبا و خوابیدیم. وضعیت بچه هاست. این هم شیبه.